صاحب کن اینم بابا جون شما نباید آخه من نمیخواد برای من جفت شیش بیای. اگه تو ختمی من شب هفتم تو بازم از این حرفای دو بیتی زدی. دشمن پیش تو دوست جونجونیه. خجالتم خوب چیزیه. من که خودم اند مرام و آخرت معرفتم به من بگی دشمن. من هوای مقام عظما رو خیلی بیشتر از تو دارم. آقای دکتر من جرئت نمی‌کنم اسم این بدبخت رو پیش شما بیارم. یه چیزی بارش میکنی و منو مگسی میکنی. من میگم اگه مقام عظما زبونم لال یه چیزشون بشه نظام چه خاکیز به سرش بریزه. شما میگین مقام عظما همین حالا هم یه چیزشون شده حالیشون نیست. این انصافه. این من که همچین چیزی نگفتم ناکس. من یه بحث استراتژیکی رو برای تو باز کردم. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر حرف میکردم بله میفهمودن که پشه که دیگه چاق و لاغر نداره. پشه است. من همینقدر گفتم. توی که دهن منو باز میکنی که بگم ایشون چیزی شده و چیزی نشدهش فرقی نمیکنه. توی که منو مجبور میکنی که یواشکی بگم که هیچکی به ازا کشکم برای حرفای ایشون تره خورده میکنه قبولشون نداره. درد استراتژیک اینجاست نه اونی که تو میگی. طرف مش خورده تو پک و پوزش دندون مصنوعیش پریده اون طرف بعد میگه آخ صورتم جوش زده. ناکس روشن شد یا هنوز برای خودت داری پت پت میکنی؟ چه فرقی میکنه آقای دکتر روشن و پت پت و خاموش؟ پشه که چاق و لاغرش فرق نمیکنه. پشه است. ولی آقای دکتر من این حرفا رو زدم چون از قدیم گفتن جنگ اول بهتر از صلح آخره. اما اشتباه بود. جنگ اول آخر نداره. به هر حال دردمندانه در خدمت غول استراتژیکی نظام دست راست مقام عظما دست چپ بله لنگر نظام در دریای طوفانی و متلاطم کشتیبان بی همتا در اقیانوس متلاطم استراتژی نظام اونی که وقتی انگشتشو میشکنه صدای ترق تروقش آدمو کر میکنه. شرمنده اخلاقت هستیم با این حقیقت گویید که واقعا همینجوری میری تو دل آدم برای خودت یه جایی پیدا میکنی. البته تو انگشتر رو گفتی گردنم بگو. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن با خود عرض میکردن بله میفهمودن معلوم نیست که این گردنه یا کمپرسی پر سنگ. آیه دکتر بزن بهادر بریم سر اصل مطلب. انبوهی نامه از این طرف اون طرف رسیده که خیلیش مهملات بود ریختم دور. چند تایی رو که بازم مهمله ولیشون مال مقامات هستش و فی‌الواقع دوچار ابهام و گیجی و سردرگمی هستن و گفتم مطرح کنم شاید جلو ریزششون رو شما بتونی بگیری. مگه ما چتریم که جلو ریزش بگیریم؟ من احساس میکنم سیل نیومده اینا همه غرق شدن. حداقل جسدشون رو از آب بگیر. بعضیاشون غرق شدن بعضیاشون سوختن برشته شدن ولی همشون عین همن. تو اصلا میدونی شباهت آدم غرق شده با نون سوخته چیه؟ نه خیر خب دیگه هر دو رو دیر کشیدن بیرون. میخوام بگی که آی دکتر اوضاع به جاهای باری کشیدن. من نمیخوام بگم اینجوری شده. خودتو جمع و جور کن. کاش هم دعوای همیشگیمونو میکردیم آی دکتر. خب من که بهت میگم به لحاظ استراتژیکی به رفع بود که دعوا کنیم. تو منو کشوندی به اینجا که این حرفا رو بزنی. منو درگیر مقام عظما کردی به جای که نجاتم بدی. مقام عظما الان خودش شیشه درگیره. قربت برم ذهن تو چیه؟ ذهن همه وحشش درگیره. ای بدون چه وضعیتی دمر افتاده. خیلی بدبختی بزرگی میسوزه و میسازه. آی دکتر بزن بالا.